شما که تجربه استادی دارید، شما که در مکتب درس دادید، حالا هم در دانشگاه درس میتید، از میتونید یک مثال بیارید که چه مثلا بچه ها بی‌آداب شدند، مثلا با مقایسه در خود ما، از خود ما، مثلا در زمانی ما این خیلی میکردیم و یا این خیلی میکنند و خب آیا درست است که امروز مثلا بچه ها دیگر خیلی شدند، یعنی به معنی گندش؟ فکر میکنم ها دیگر خیلی شدن و این چیز باید قبول کنیم که دیگر شدن. ذوق خواندن ندارن، به یگان فن علاقمند نیستن، هدف ندارن، نمیدونن برای چی مکتب میرن و فکر میکنم که مشکلی در آموزگارها هم هست. اگر مقایسه کنیم با آموزگارهایی که به ما درس دادن و با آموزگارهایی که امروز کار میکنن و این موضوع است که بین آموزگارها هر روز مطرح میشه. هر روز یک آموزگار با همکار خودش شکایت میکنه، میگه من فلان صنف رفتم و فلان حادثه ها شد، اینها فلانن، اینها بی‌تربیتن، اینها اینن و گمان نمیکنم که کلا عیبدار باشد بچه ها یا خواننده ها یا شاگرد ها. هر باری که مثلا این موضوع مطرح میشد بین من و بعضی از آموزگارها، من میگم خب دیگه ما باید خودمون تغییر دیم، ما باید کاری کنیم که بچه ها شوق پیدا کنن، ما باید اسلوب درس دیگه عوض کنیم، ما باید از قالب هایی که پیشتر بود دست کشیم، چون امروز بچه ها دیگه چیز میخوان. مثلا میخوام بازی کنیم در درس. وقتی میگم باید بازی کنیم، خب اکثری اونهایی که تربیه زمان شوره دیدن شاید راضی نمیشن، میگن نه چقدر بازی میکنیم درس. آخه گفتم باید به واسطه بازی درس میگذاریم، باید همین معلوماتی که میخوایم دادن برای بچه ها با یک اسلوب دیگر، مثلا بازی میخوایم ایجاد کنیم، یک بازی یابیم یا پیدا کنیم یا سازیم، یک بازی ایجاد کنیم که با واسطه همین بازی همین معلوماتی که میخوایم گفتن گوییم گذارانیم. مثلا این اسلوب های میخوایم استفاده کنیم.